بهترین و بدترین فیلم هر کارگردان پارت 1. دیوید فینچر. بدترین فیلم ایلین 3. امتیاز متاکریتیک 59 از 100. برای فیلم ایلین 3 به صورت دقیقه آخری فینچر جایگزین ونسان شد که هنوز هم تو تیتراژ پایانی فیلم اسمش به عنوان فیلمنامه‌نویس به چشم میخوره. فینچر مجبور شد فیلمبرداری بدون فیلمنامه تکمیل شده شروع کنه. البته این یکی از مشکلات گروه تولید بود، نه فینچر. البته بیشتر مشکلات هم خارج از کنترل دیوید فینچر بود. اما نتیجه کار هرچند بد نشد و فینچر خوب تونست کارو در بیاره. اما به هر حال پایین‌ترین نمره در بین فیلم‌های فینچر حساب میشه. بهترین فیلم فینچر نه 7، نه فایت کلاب و نه گانگرله. بهترین فیلم The Social Network با متاکریتیک 95 از 100. از نظر خیلی‌ها The Social Network فیلم کاملا سفارشیه اما تاجدار کارنامه دیوید فینچر. داستان فیلم راجع به بیوگرافی مارک زاکربرگ، خالق فیسبوک، اینستاگرام و متاست.